به نام خدا آموزش تعویض تصمیم تایم EF7 رو میخوایم خیلی سریع انجام بدیم. بیاید. اول از همه این که یه طرف ماشین رو خرک میکنیم، جک میزنیم خرک میکنیم، بعد میریم سراغ قاب. قاب تایم رو باز میکنیم در میاریم. بله تصمیم تایمش هم دیگه عمر خودشو کرده. خب جک میزنیم زیر موتور، سنگینی موتور رو نگه داره، وزن موتور رو نگه داره که بتونیم دست موتور رو باز کنیم. خب زیرو بگی. جک میزنیم زیر کارتل موتور تا وزن موتور رو نگه داره بتونیم دست موتور رو باز کنیم. بوکس بادی رو بیار علی. بعد از جک زدن زیر موتور دست موتور رو خیلی راحت باز میکنیم. دو تا پیچ ستاره‌ای داره که با بوکس E14 باز میشه. باز میکنیم و دست موتور رو کامل درش میاریم. بله دست موتورش هم اینجا رو بگیر خراب شده و باید تعویض بشه. بذار کنار. بعد از باز کردن دست موتورمون تصمیم دینامو در میاریم آزاد میکنیم که بتونیم قاب آلومینیومی تصمیم تایم رو باز کنیم. رینگی جنیزه بوده. اینجا رو بگی. اینم تصمیم دیناموشه. حالا مسیری که رفته میخوام ببینید به چه صورته. رینگ با رینگی 18 بلانسر رو فشار میدیم و تصمیم آزاد میشه. خب بعد از در آوردن تصمیم ما دو تا ارزگرد داریم، ارزگردهای دینام 3 تا و 3 تاش هم باید باز کنیم در بیاریم تا بتونیم دسترسی داشته باشیم به قاب و تصمیم تایم.
دستمال بیار. هرزگرد دینام خورده شده و گود شده. اینو باید تعویض بشه که اگه تعویض نشه خورد میشه و تصمیم دینامو داغون میکنن. هر ستاش هم گود شده. خب بعد از باز کردن هرزگردا پولی پمپ هیدرولیک هم باید باز کنیم که بتونیم قابو در بیاریم. با بوکس تی 50 پیچای دورش رو باز میکنیم و 4 تا پیچ بلند هم وسط داره که با بوکس ای 14 باید باز کنیم. آزاد کن شیونگو.
خب بعد از باز کردن قاب تایم، هرزگردا، تصب دینام و این کارهایی که انجام شد، ما به مرحله اصلی یعنی تایم گرفتن میرسیم. یعنی موتور رو باید رو تایم بیاریم که بتونیم تصمیم تایم رو در بیاریم و تعویض کنیم. ماشین رو که قبلا گفته بودیم یه طرفش رو خرک میکنیم، میزنیم دنده 5 ماشین رو تا بتونیم با چرخوندن چرخ موتور رو به حرکت در بیاریم و تایمش رو بگیریم. بیار نزدیک. خب ما اینجا برای رو تایم آوردن 3 تا علامت داریم. روی میلسوپاپا 2 تا سوراخ هست که پشتش هم باز سوراخ، اینا رو مماس هم در میاریم برای سرسیلند، این رو تایم آوردن میلسوپاپا و برای میلنگ. بریم بر دوربینو. اینجا بیاین بردی رو بگیم. زیر بغل اگزوز روی سیلند یه سوراخ داره که ما با یه ابزار که بهش سیخ تایم میگیم، حالا با الکترور هم میتونید این ابزار رو درست کنید، سرشو خم میکنید و اینجا یه سوراخ روی سیلند است. ما سیخ تایم رو من ردش کنم. ببینید الان سیخ تایم داخل سوراخ رفته و ما اینو رو به جلو فشار میدیم. علی میلنگ آروم بچرخون. ماشین هم که دنده 5 ما چرخ آروم میچرخونیم رو چیزو بگی. وایسا علی. خوب همینجا ولش کن. ولش کن من اینجا رو بگیرم. خب سیخ تایم رو به جلو فشار میدیم و چرخو میچرخونیم تا میلنگ به حرکت در بیاد و سیخ تایم داخل بره و میلنگ قفل بشه. خوبه علی؟ الان سیخ تایممون داخل رفت. یه ذره برگرد. ببینید سیخ قشنگ داخل میره. بعد از گرفتن تایم میلنگ که قفل شد، میلسوپاپامون هم اگه تایممون قبلا درست گرفته شده باشه، اینجا هم اینا قشنگ میزون خودش رو تایم اومده و پینا رو جا میزنه. میبینید دقیقا سر جای خودش. پین بعدی اینم برای میلسوپاپ هوا. خب ما الان میلسوپاپامون قفله، یعنی تایم بالا درسته، تایم پایین هم که سیخ تایم جا رفته درسته. الان ما تایممون دقیقا میزونه و میتونیم تسمه رو آزاد کنیم تا تسمه نو رو جا بندازیم. یه قاب پلاستیکی پایین داره قاب تایم و فولی سرمیلنگ. این دوتا باید باز شه تا بتونیم تسمه تایم رو در بیاریم و تعویضش کنیم. بگیر علی چرخو باز کن. برو آقا. خب فولی هم در اومد. بریم سراغ قاب پلاستیکی تایم. بیا بالا. 3 تا پیچ تیسی میخوره که یه دونش هم نداره این ماشین. خب 2 تا مهره میخوره که با تیده از زیر باید باز کنیم. بیا پایین.
اینم قاب تایم پایین باز میشه. خب تصمیم تایم ما قبلا رو تایم آوردیم ماشین و الان میتونیم راحت تصمیم تایم رو درش بیاریم. با یه آچار 13 سفت کن تایم رو شلش میکنیم. و با آلن 6 اینجا سفت کن رو سمت عقب بر میگردونیم تا تسمه شل بشه. شل که شد راحت میتونیم تسمه رو در بیاریم. این تصمیت هم که عمر خودشو کرده دیگه. خب دوستان موقع تعویض تصمیم تایم توصیه میشه حتما سفخون تصمیم تایم و هرزگردش هم عوض کنید که خدایی نکرده یه موقع خورد نکنه و آسیب خیلی زیادی به ماشین بزنه، هزینه زیادی رو دستتون بذاره. ما گرفتیم اینا رو و تعویض میکنیم. شو 13 اون هرزگرد نو و سفت کنه تایم خورده دست توی راه سفت کنه تایم. دوستان این چاکی که پشت سفت کنه است یه پین روی بدن است که این چاک باید روی این پینه بیفته تا قفل بشه و ما بتونیم بچرخونیم تسمه رو صفر کنیم. توجه داشته باشین حتما توی چاک بیفته و نچرخه. خب موقع جا زدن تصمیم تایم حواستون به فلشا باشه، رو به گردش موتور، رو به جلو باشه. تصمیم تایم رو از پایین جا میزنیم. خیلی راحت تصمیم جا میده. سفخون تایمو که بدین عقب تا ته تصمیم خیلی راحت جا میره و اذیتتون نمیکنه. بعد از جا زدن تصمیم تایم یه نکته خیلی مهمی که هست سفخون تصمیم تایمه که موقعی که شما میخواین اینو سفخ کنید حتما باید رو به سمت چپ سمت پایین بدیم تا تصمیم صفر بشه. روی خود سفخون هم فلش زده، شما رو به پایین باید بدین و صفر کنین و اگر حواستون نباشه و اینو برعکس جلو بدید و صفر کنید 1000 تا ایراد تو این میتونه پیدا شه. ایرادای زیادی که یکیش اینه که تسمه به صدا میفته، یکیش اینه تسمه از جاش میزنه بیرون، تسمه زود خراب میشه. پس خیلی اینجا حواستون باشه که حتما رو به پایین. و نکته مهم بعدی که باید خیلی حواستون باشه
اینجا بده من، اینجا رو بگیر. این صفر خون تایمه. شما آلن رو که میندازید و صفر میکنید رو به سمت چپ که میچرخونید، این عقربه باید بیاد بین این چاک کوچیکی که این بالا براش در نظر گرفتن وایسه و شما صفر خون رو صفر کنید. جایی که استانداردی که خودشون تعیین کردن اینجاست. نه تسمه خیلی صفر میشه نه تسمه خیلی شل میشه، جای استاندارد. خب اینجا نورو بگیر علی. با 413 بده. خب تعویض تسمه تایم انجام شده. الان ما تسمه تایممون جای صفر شده، پینامون آزاده، درگیر نیست. این یعنی تایم درسته، با فشار بیرون نمیاد، خیلی راحت داره عقب جلو میشه. و سیخ تایم هم همینجور، سیخ تایم هم خیلی راحت داره عقب جلو میشه و اینکه به جای درگیر نیست. این یعنی تایممون میزونه. پینا رو در میاریم و چیزایی که باز کردیم رو شروع میکنیم به بستن. قاب ها بسته میشه، قاب تسمه تایم پایین بسته میشه، قاب تسمه تایم بالا بسته میشه. هرزگردا اگه خرابه تعویض میشه. ببینید دوستان این هرزگرد گود کرده، لبه انداخته و ما الان این ستاش هر ستاش لبه انداخته و هر ستاش باید حتما تعویض شه. هرزگردا رو تعویض میکنیم، فولی بسته میشه، تسمه دینام جا میفته و اینکه هر چیزی باز کردیم رو میبندیم خیلی محکم و تمام میشه. میتونید استارت بزنید. خب دوستان ما تسمه تایممون رو تعویض کردیم. هرزگردای تایممون صفر خون و هرزگرد تایم جفتش تعویض شد. اینا رو موقع تعویض تسمه تایم این دوتا رو حتما تعویض کنید، چون خدایی نکرده اگه خراب بشه خورد کنه هزینه سنگینی رو دستتون میذاره. هرزگردای دینام این چیزی که ما باز کردیم ستاش نیاز به تعویض داره، همونجور که گفتم لبه انداخته. تسمه دینامتون رو چک کنید، اگه نیاز به تعویض داره حتما تعویض کنید و اینکه تمام چیزایی که باز کردیم و میبندیم و تمامه.